بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بگو هر آن که دشمن جبرائیل باشد پس به تحقیق هم اوست که وحی را به حکم خداوند به دل تو نازل گردانی، در حالی که آن وحی تصدیق کننده کلامی است که قبل از آمدن وحی به تو نازل شده بود و راهنما و بشارت دهنده است برای مؤمنان. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هر آن که دشمن خداوند، فرشتگان، پیامبران خداوند، جبرائیل و میکائیل باشد کافر است، پس بیشک خداوند دشمن کافران می باشد. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. و به تحقیق به تو آیه های روشنی را فرو فرستادیم و جز مردم فاسق هیچ کس از آن انکار نمی کند. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. آیا این طور نیست هر باری که پیمانی بستند گروهی از ایشان آن را به دور افکندند؟ واقعیت امر این است که اکثر ایشان ایمان نمیارند. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. و هرگاه به ایشان از جانب خداوند پیامبری به حیث تصدیق کننده چیزی که با خودشان است آمد، گروهی از آنها که برای ایشان کتاب داده شده است کتاب خداوند را پشت سر انداختند، گویی که به آن پی نمیبرند.